احتمالاً قدیمی ترین پیمان بین انسان و شیطان در سال 946 میلادی بوده که یک افسانه گسترده از پیمان شیطان و انسانه که خب خیلی میگن افسانه است، خیلی میگن واقعیه. این شخص کسی نبوده جز پاپ سیلوستر دوم، دانشمند ماهر و بسیار برجسته توی زمان خودش که ریاضیات و طالع‌بینی رو بسیار عالی انجام میداده. گفته میشه که این آدم با شیطان عهد بسته. توسط این پیمانی که بسته تبدیل به یک شخصی شده که جادوگری رو کاملا بلد بوده و هیچ کس نمیدونه که چطور به کتاب‌های جادوگری دست پیدا کرده، کتاب‌های جادوگری اون زمان بسیار قدیمی که تونسته توسط اونا علمش رو به شدت بالا ببره. گفته میشه که این آدم از رابطه و قرارداد با شیطان همینو میخواسته، در واقع اصول جادوگری رو یاد بگیره. گفته میشه بعد از اینکه عاشق یه نفر بود که اون ولش کرد، به این کارا رو آورد و تصمیم گرفت که از تمام علوم دنیا با خبر بشه و موفقم شد و توسط شیطان تونست مقام پاپ رو به دست بیاره. در مورد پاپ ها خیلی داستان هست که میگن اینا با شیطان ارتباط دارن و اصلا آدم مذهبی نیستن. اینو خیلی میگن، اگه دوست داشتین ویدیو اونم میسازم. اما کتاب معروفی به نام کودکس گیگاس وجود داره که گفته میشه این رو هم یک کشیش نوشته. افسانه هست که میگه در قرون وسطا راهبی بوده که عهد خودش رو شکونده و خب کار منفی و ضد دین انجام میداده و این محکوم شده. قرار بوده که بکشنش، اما مثل این که برای جلوگیری از مجازات سخت بهش فرصت دادن که توی یک شب کتابی بنویسه که در واقع دانش بشری رو زیاد کنه و نمیدونم علم آدما رو برابری هرچی میتونه براش، و این هر جوری فکر کردید نمیتونه توی شب همچین کتابی بنویسه و چی کار کرد؟ اومد کمک گرفت. از کی؟ از خداش؟ نه، از شیطان. فرشته سقوط کرده لوسیفر. میگن شخص خود لوسیفر بهش کمک کرده که این کتاب رو بنویسه و تا صبح شیطان گفته و این نوشته، در واقع توش رخنه کرده و این نوشته. حتی تو این کتاب عکس شیطان هم وجود داره و میگن این کتاب بسیار عجیبه، هر کسی نمیتونه بخونتش. علم و آگاهی بسیار عجیب غریبی داره که خیلی از مردم مثلا حالی نمیشن، متوجه نمیشن که چیه، و گفته میشه این بین قرن 14 و 15 هم بوده. اما بعد از اینا توی قرن 14، آخر قرن 14 تا 15، یک شخصی به نام فاوست بوده که با شیطان قرارداد میبنده. این رو هم میگن افسانه فاوست و گفته میشه که قرارداد شیطان و انسان از اسم این شخصیت گرفته شده. فاوست یا دکتر فاوست شخصی بوده که خیلی هم وضعش خوب بوده، موفق بوده، تحصیلاتش بالا بوده، اما احساس میکرده که کافی نیست و برای این که بتونه از حالت همیشگی و خسته کننده در بیاد و خیلی چیزا رو که سر در نمیاره سر در بیاره، ببینه تو علوم ماورا چه خبره، از شیطان کمک گرفته. اون منتظر بوده که شیطان بهش کمک کنه، قدرت جادویی بهش بده تا بتونه تا زمانی که زنده است از همه چی سر در بیاره و بعدش مردم که خب روحش رو بده به شیطان. و گفته میشه که به این هدفش هم دست پیدا کرده. حالا راههای ارتباط با شیطان هم که میگن که چجوری میشه، چجوری معامله میکردن باهاشو میکنن، آخر سر بهتون توضیح میدم که میگن چطوره. اما این آدم رو هم میگن یه دختر زیبا و معصوم که آدم خوبی بوده اومده و نجاتش داده و مرگش هم به دلیل ارتباطش با شیطان و اینا نبوده و راحت مرده. اما خیلی میگن که نه، بعد از اینکه به هدفش رسید مرد و خب روحش رو به شیطان داده بوده. اما نفر بعدی اسمش جان فیان بوده، در قرن 15، آخری قرن 15 تا 16، یک پزشک و معلم و مدرس بوده که بعدها به نام جادوگر خبیث شناخته و معروف شد و در جریان محاکمه جادوگران توی اسکاتلند اعتراف کرد که با شیطان قرارداد بسته بوده و توی این دادگاه محکوم شد و بخ کردن. اون توی دادگاه اعتراف کرد و بعد قول داد که دیگه این کارو نکنه و برگرده به مسیح و مردم به راه راست بکشونه، اما مثل اینکه نبخشیدنش. اما باز شخص دیگه که بازم کشیش بوده و فرانسوی بوده توی قرن 17 به دلیل جادوگری و ارتباط با شیطان محاکمه و تو آتیش سوزونده شد. اسنادی که در مورد این هست میگه که اعتراف کرده بوده که با شیطان پیمان بسته بوده و ظاهرا امضا کرده بوده، مهرهای شیطان رو داشته، چون هر شیطان علامت خاص خودشو داره، میگن اینا رو داشته این آدم و از اون استفاده میکرده، کارهای وحشتناک انجام میداد.
آدمایی هستن که کشیش یا آدم معروف و سلبریتی بودن و گفته میشه که اینا خودشون اعتراف کردن، اون مرمی زیر شکنجه اعتراف کردن یا واقعا اینجوری بوده که جادوگر هستن و توسط شیطان معامله شدن و روحشون رو فروختن و از این حرفا. و اینا رو بخوام براتون دونه دونه اسم ببرم داستانشو بگم یه قرن طول میکشه، خیلی زیادن. یعنی هر سال یه نفر بوده. اکثرا هم داستانشون شبیه همه، برای ثروت، برای علم و آگاهی و برای شناختن دنیای ماورا از شیطان کمک گرفتن و به نتیجه رسیدن و آخر هم کشته شدن. خب حالا سوال اینجاست که ما میخوایم روحمون رو بفروشیم و با شیطان قرارداد ببندیم. چطوری باید این کارو کنیم؟ چطور شیطان رو پیدا کنیم؟ میگن هر چیزی رو که میخواین توی کاغذ خالی بنویسید. کاغذی که خط نداشته باشه و سفید باشه و با دست بنویسید، تایپ نه. شما هر چیزی رو که میخواین دقیق بنویسید، مثل یه قرارداد. توصیه کردن که حتما چیزای عقلانی و معقول بنویسید. مثلا ننویسید که من میخوام پرواز کنم یا من میخوام 500 سال عمر کنم. چیزای عقلانی که میشه اتفاق بیفته رو بگید و بنویسید که فکر میکنید چقدر باید زنده بمونید. مثلا بنویسید که من فکر میکنم تا 85 سالگی 90 سالگی باید زنده بمونم. تا خیالتون راحت باشه که یه دفعه پس فردا نمیافتید بمیرید، چون میدونید که این قرارداد یعنی روح شما مال شیطانه و شما دارین با روحتون معامله میکنید. پس اینو حتما باید ذکر کنید. و چیزایی که واقعا براتون مهمه، سوالی که دارید، خواسته‌ای که دارید، چیزای احمقانه ننویسید. این شوخی نیست و کاملا جدیه و ممکنه کل زندگیتون رو به خطر بندازید. چیزی که دارید معامله میکنید روح شماست. میگه بعدش یک دوراهی پیدا کنید. توی نیمه شب زمانی که ماه کامله به اون دوراهی برید. بعضی از آدمای قدیمی میگن باید به 4 راه برید، اما توی این منبع میگه باید حتما دوراهی باشه، دقیقاً نصف شب باشه، یعنی مثلا 12 شب و وایسید وسط دوراهی با صدای بلند قرارداد رو بخونید. خواستتون رو که نوشتید با دقت بخونید. در این لحظه میگه احساس میکنید که یکی کنار شماست و داره بهتون گوش میکنه و میگه وقتی که قراردادتون رو خوندین، خواستتون رو گفتین، انگشت خودتون رو یه برش کوچولو بزنید، خون بیاد نوک انگشتتون و پای کاغذتون رو حتما مهر بزنید با انگشت خونی خودتون. و بعدش باید چی کار کنید؟ و بعدش گفته میشه که دیگه نباید به این قرارداد و خواسته هاتون فکر کنید و حداقل 1 سال باید صبر کنید. خیلی زودتر جواب میگیرن، خیلی دیرتر. اگر بعد از 1 سال هیچ اتفاقی نیفتاد و انجام نشد، این کار رو دوباره انجام بدید. احتمالاً یه جاشو اشتباه کردید یا چیز اشتباهی خواستید. میگه انتظار نداشته باشین که یهو تو عمارت میلیون دلاریتون از خواب بلند شید و به خواستتون رسیده باشید. ولی اکثر آدم‌ها وقتی این کار رو انجام دادن، یهو مثل معجزه توی زندگیشون این تغییر رو دیدن. وسوسه نشین که این کار رو انجام بدید. فراموش نکنین که شما دارین روحتون رو معامله میکنین. یعنی شیطان تصمیم بگیره که شما رو بکشه و روحتون رو همین هفته دیگه ازتون بگیره. اینو یک نفر از آدم‌هایی که این کار رو انجام داده و راهنماست و به بقیه آموزش میده توصیه کرد و این یکی از روش‌هاست. نه تو کامنت بگید که نه روشش اینجوری نیست، حتما باید شیطان رو احضار کنی، حتما باید جادوگر بیاری. ببینید این راهیه که یک نفر از اون جادوگرا خودش اومده نوشته و ممکنه درست نباشه، ممکنه هم درست باشه. و یک نفر دیگه از خاطرش گفته که من در زمان جوانی مشکلات زیادی داشتم و قطعا میتونم بگم به این وسوسه افتادم که این کار رو انجام بدم. یه نفر به من گفتش که میتونی روحتو بفروشی به شیطان و تا زندگی خوبی داشته باشی و جزئیاتشو برای من توضیح داد و گفت این کار رو انجام بده. میگه من هر چقدر فکر کردم دیدم نمیارزه و با عقل اون روزم این کار رو انجام ندادم و الانم کسی 40 سال از اون روز گذشته خوشحالم که این کار انجام ندادم، چون دوست نداشتم که الان مرده باشم. اما سوال کردن که خب بعد از اینکه این قرارداد رو نوشتیم و این کار رو کردیم چطور بخوابیم؟ این سوال کسیه که این کار رو انجام داده و نمیتونه بخوابه. شاید بسیار وحشتناک باشه که وقتی که این کار رو انجام میدین دیگه خودتون نیستین. این کاملا ناراحت کننده است. شما از یک موجود جهنمی کمک خواستید و روحتون رو فروختید. در واقع قاطعانه تصمیم گرفتین که دیگه تو راه مثبت و خوب نباشین و از شیطان کمک گرفتین. روح شما اگر پذیرفته شده باشه مال شیطانه. پس 100% وقتی تنها میشی ممکنه اون شیطان رو ببینی، سایه ها رو ببینی، صداها رو بشنوی، یا زمانی که میخوای بخوابی چش رو هم میذاری موجوداتی رو که نباید کنار خودت و بالای سر خودت حس میکنی. آیا این کار ارزش این را دارد که روحمان را به شیطان بدیم تا چیزی که میخوایم به دست بیاریم؟ سوال خیلی است. میگه اگر که هدف شما به دست آوردن چیزای مادی باشه، موفقیت، محبوبیت، معروفیت و ثروت مادی، نه، قطعا نه.
چون نمیدونی کی میمیری و اگر به اون دنیا اعتقاد داشته باشی این کاملا احمقانه است که دوره کوتاه زندگی مادی رو ترجیح بدی و کلا دیگه روحتو ببازی. اما هیچ چیز تضمین شده نیست. این که شما فکر کنی تا 90 سالگی عمر میکنی و کاریت نداره بعد از مرگم حالا میخواد روح منو بگیره، گفتیم که بعید نیست. ممکنه همین فردا شما وضع توپ بشه، ثروت و محبوبیت رو بگیری، اما پس فردا عمرت تموم بشه. خیلی اینجوری بوده. شما همه درهای زندگیتون رو به روی این شیطان باز کردین و دیگه اختیار دست شما نیست و خدا هم کمکتون نمیکنه قطعا. و میگه هرگز فکر نکنین که میتونین هر موقعی که پشیمون شدین و احساس خطر کردین و خوابتون خراب شد، موجودات عجیب دیدین، میتونین از این رابطه برین بیرون و این معامله رو به هم بزنین. اصلا دیگه تصمیم با شما نیست و این باز پرداخت نداره. آدمایی که اول ویدیو نام بردم مسلما چیزای خیلی گنده تری مثل علم و دانش علوم ماورایی رو میخواستن که به دست آوردن و خب بعدش هم عمرشون از دست دادن، که آدمای خیلی قدیمی تر و معروف تاریخ هستن. اما الان هم آدمایی هستن که توی سلبریتی ها همتون میشناسین و میگن که اینا هم روحشون رو فروختن و به شیطان خدمت میکنن. اگر دوست داشته باشین حتما در مورد اینا هم ویدیو میذارم.